سلام جی اومدیم با یه آموزش خفنه دیگه از پروکریت. برو بریم. حالتون چطوره؟ حال احوال، حال دلتون چطوره؟ امروز قراره بهتون یاد بدم چجوری یه متن تیریدی یا یه متن برش خورده و یه استایل باحال از یه متن چجوری بسازید برای تتو زدن. این آموزش رو ما برای متن داریم اینجا یاد میدیم، ولی خب میتونید رو عکس پیاده کنید، رو هر چیز دیگه ای هم بخواید میتونید پیاده کنید، چون امتحان کردم و جواب داده. وارد حاشیه نمیشیم، برو بریم. بچه برای این کار یه بوم جدید درست میکنیم. طبق معمول من از آ4 استفاده میکنم. این کاملا سلیقه‌ایه که چه سایزی برای بومتون بردارید. میریم برای انجام کار. اول از همه بک کارمون رو مشکی میکنیم. بعدش رنگ کارمون رو سفید میکنیم. رنگ سفید رو انتخاب میکنیم. میایم از تو این آ4 اد تکست 2 تا که روی این شیفت بزنیم حروفامون همه رو درشت بزرگ تایپ میکنه. می‌نویسیم مثلا سبا جی. میایم از این قسمت این وسط رو که بگیریم سایزش رو یکم تغییر میدیم. این اسنپینگ اگه روشن باشه این 2 تا دکمه میتونید این تکستتون رو بیارید وسط کادر رو انتخاب کنید. وقتی زرد میاد یعنی الان وسطه. از این وری هم بیاریمش وسط. درست. این تا اینجا. این متنمون هنوز حالت همین تکست داره و ما میخوایم اینو تبدیل کنیم به یه عکس. کافیه روی این فلش بزنیم، یک از این گزینه دیستورت یه زاویه کوچیک به کارمون بدیم، یه همچین زاویه‌ای. حالا اگه اینو برداریم این بالا رو نوشت تکست لایرز، تبدیل به عکس شد این متنمون. لول بعدی میایم از این قسمت بغل این قلم جادویی اینو میزنیم، فری هند رو انتخاب میکنیم و اون برشی که دوست داریم رو انجام میدیم. بچه‌ها اگه چیزای قابل فهم نیست، من آموزش کامل پروکریت رو گذاشتم روی کانال. تمام این دکمه‌ها رو توضیح دادیم، همه اینا رو ما توضیح دادیم. لینکشو میذارم برید اونو ببینید از همون اول که بدونید ما داریم چی کار میکنیم. میایم از طریق فری هند اون برشی که دوست داریم رو روی عکسمون میزنیم. با 3 انگشت رو به پایین کات ان پیست. یک کمی اینو بزرگش میکنیم و همین برش رو دوباره میایم سر لایه اولیمون، همین برش رو برای بالاش میزنیم. سه انگشت پایین کات ان پیست. اینم یک کمی بزرگش میکنیم. درست. این تا اینجای کار. میایم یه لایه جدید باز میکنیم. این لایه رو میاریم روی لایه اولمون. یه قلمی که برای خط کشیدن مناسب باشه رو برمیداریم، رنگ مشکی، و روی همین لایه‌ای که درست کردیم میایم این حواشی رو یه همچین خطی میندازیم و بالاش. این تا اینجا. دقت کنید روی همین لایه‌ای که الان این خطا رو کشیدم باشید. از این قسمت قلم جادویی گاشن بلر یک کمی اینو محوش میکنیم این خطا. در اصل آموزشمون اینجا تموم شد. به همین راحتی ما این متن سه‌بعدی رو درست کردیم، یا حالا متن برش خورده یا هر اسم دیگه ای که شما روش میتونید بذارید. با هر عکس دیگه ای هم شما میتونید این کار انجام بدید. حالا ما میخوایم یکم این متنمون رو زیباتر کنیم. این ترفندم بهتون یاد میدم، اگه دوست داشتید پیاده کنید. میایید یه لایه جدید بالای همه لایه ها باز میکنیم. این لایه های قبلی رو فعلا خاموشش میکنم که متوجه شید دارم چیکار میکنم. روی این لایه جدید میایم یه قلمی که الان سافت براش مثلا خوبه، سافت براش من برمیدارم، یه قلم که بتونیم باهاش یه حجم زیادی مثل سایه و اینا کار کنن برامون. شما هم سافت براش رو بردارید.
میایم رو همین لایه جدید از رنگ‌های مختلف استفاده میکنیم به صورت رنگین کمانی اینجا کار رو در میاریم. ببینید چی کار میکنم. این مثلا سبز، یه رنگ بعدی، بعد دوباره از این قلم جادویی گاشنبله رو انتخاب میکنیم، یه کمی رو محو میکنیم یه همچین حالتی بشه. درست. دوباره قلم جادویی رو باز میکنیم، گزینه یکی مونده به آخر میزنیم. حالا از این گزینه یکم سرعت کار رو من گذاشتم روی مکس، سایزش هم یکم بزرگ کردم و میایم اینو یکم پیچ تو پیچش میکنیم. درست. بعد دوباره از این قسمت فکر کنم کریستالز اینو ور میداریم، دوباره اینو مکس میذاریم و سایز 100 میایم یه همچین کارایی روی عکسمون هم انجام بدیم. میایم لایه های پایین رو که خاموش کردیم دوباره روشنشون میکنیم. از این چیزی که ما درست کردیم 2 تا دیگه دوپلیکیت میگیریم. حالا یکی یکی اینا رو میذاریم بالای لایه هایی که داشتیم. یه دونه اینجا میذاریم و یه دونه هم اینجا میذاریم. اولی کلیک میکنیم، کلیپی مسکش رو فعال میکنیم، اینم کلیپی مسکش رو فعال میکنیم و آخری هم کلیپی مسکش رو فعال میکنیم. به همین راحتی، به همین خوشمزگی. شما هر ایده دیگه ای هم که داشتید میتونید تو اون لایه‌ای که باز کردیم، ما الان رنگیش کردیم. خیلی کارهای دیگه شما میتونید انجام بدید و با همین مسیری که گفتم اینو بیارید روی همون تکست سه‌بعدی که درست کردید. اینم از آموزش امروز ما. امیدوارم مفید بوده باشه براتون. امیدوارم آموزشی که الان داشت